تا اینجا درباره تاب‌آوری گفتیم. این قسمت یه سوال ساده دارم. اگر بخوای ظرفیت رابطت رو بالا ببری، عملاً از کجا شروع میکنی؟ این 5 تا استوری در مورد یک تمرین عملی ساده است که میتونی از همین هفته شروع کنی. یک تنش کوچیک حل نشده توی رابطت رو در نظر بگیر. نه قدیمی ترینش، نه بزرگ ترینش، نه قدرتمند ترینش، بلکه فقط یک تنش کوچیک حل نشده رو. حالا براش یک اسم بذار. ناراحتی من از جای خالی. حالا فقط یک جمله بساز. بدون سرزنش، بدون تحلیل. تو هیچ وقت منو درک نمی کنی؟ نه، بلکه وقتی این اتفاق افتاد احساس تنهایی کردم. این تفکیک باعث میشه ظرفیت رابطه چند برابر بشه. قبل از اینکه گفتگو در مورد موضوع تنش رو شروع بکنی، از خودت یه سوال بپرس. آیا الان وقتشه؟ من میخوام فقط فهمیده بشم یا دنبال تخلیه فشار هستم؟ اگر دنبال تخلیه فشار هستی، یکم مکث کن، به رابطه و به خودت زمان بده تا آروم بشی، بعد در موردش صحبت کنید و صحبت کردن در زمان فشار رو به تعویق بندازین، اما نه تا ابد. حتما در مورد موضوع صحبت کنید. و در پایان، به جای یک لیست از خواسته ها، یک خواسته کوچیک رو مطرح کنید. ما قرار نیست شخصیت طرف مقابلمون رو شخم بزنیم، بکوبیم و از نو بسازیم. فقط قراره یه تغییراتی توی رابطه ایجاد بشه تا تاب‌آوری ما بالا بره و در مورد ایرادها و تنش‌های کوچیکی که توی رابطه هست صحبت بکنیم. قولهای بزرگ، تغییرات بزرگ قرار نیست اتفاق بیفته. یک قدم عملی کوچیک.